به نام خدا، با عرض سلام و روز بخیر. درسی که امروز تقدیم میکنم خدمتتون اختلالات سدیم هست در کودکان. یک نکته لازم اینجا یادآوری بشه و اون این که درس دیگری که تحت عنوان اختلالات الکترولیتی و مایع درمانی وریدی در کودکان بوده، پیش نیاز این درس اختلالات سدیم هست و حتما لازمه که شما قبل از اینکه این درس اختلالات سدیم رو ببینید و بشنوید حتما از فایل مربوط به درس اختلالات الکترولیتی در کودکان و مایع درمانی وریدی در کودکان حتما بهره مند شده باشید. تعاریف مربوط به اختلالات سدیم رو در این اسلاید می‌بینید. همونطور که حتما به خاطر دارید، رنج نرمال سدیم در فضای خارج سلولی 135 تا 145 میلی اکویوالنت در لیتر هست. طبق تعریف هایپوناترمیا به سدیم کمتر از 135 میلی اکویوالنت در لیتر گفته میشه و هایپرناترمیا به سدیم بیش از 145 میلی اکویوالنت در لیتر. البته نکته مهم در درس اختلالات سدیم این هست که بدونید اهمیت اختلالات سدیم در واقع اهمیت اختلالات اسمولالیتی هست و اون چیزی که در مورد سدیم مهمه حفظ سطح اسمولالیتیه. بنابراین هایپوناترمی عواقب و عوارض هایپواسمولالیتی رو و همچنین هایپرناترمی عواقب و عوارض هایپراسمولالیتی رو نشون میده. موضوع دیگه این که درسته که کمتر از 135 میلی اکویوالنت در لیتر سدیم میشه هایپوناترمیا، اما در واقع بیماران با سدیم کمتر از 130 نیاز به درمان و مداخله طبی پیدا میکنن. از طرف دیگه در مورد هایپرناترمی هم همینطور، معمولا بیمار با سدیم بیش از 150 نیاز به مداخله درمانی و اصلاح سطح سدیم خون خواهد داشت. این توضیح رو اضافه کنم که هایپرناترمیا همیشه با شرایط هایپراسمولالیتی همراهی داره. به عبارت دیگه هر وقت بیماری دچار هایپرناترمی باشه حتما دچار حالت هایپراسمولالیتی است. اما این موضوع در مورد هایپوناترمی صدق نمی‌کنه. ممکنه که بیماری در شرایط هایپوناترمی طبق تعریف قرار گرفته باشه اما هایپواسمولالیتی نداشته باشه. در این شرایط معمولا یک عامل اسموتیک دیگری هست که داره اسمولالیتی رو در فضای خارج سلولی اعمال میکنه که این میتونه بالا بودن سطح اوره خون یا بالا بودن سطح گلوکوز خون باشه. به عبارت دیگه در شرایط هایپرگلایسیمیا و همچنین در شرایط یورمیا ممکنه که بدن در پاسخ به این عوامل اسمولال افزایش یافته سطح سدیم خون رو خودش پایین بیاره و بتونه با پایین کشیدن سطح سدیم سطح اسمولالیتی رو در شرایط نرمال یا نزدیک به نرمال حفظ بکنه. بنابراین ممکنه که پایین بودن سطح سدیم طوری که طبق تعریف میتونه توی رنج هایپوناترمی باشه به صورت یک واکنش طبیعی بدن به بالا بودن سطح اوره یا گلوکوز باشه و در واقع برای اینکه اورمی و هایپرگلایسمی نتونن هایپراسمولالیتی ایجاد کنن بدن خودش سطح سدیم رو پایین آورده باشه و پایین نگه داره. نکته‌ای که در مورد اختلالات سدیم باید بدونید این هست که اختلال آب و سدیم با همدیگه همراه و توامان هست. در اکثر موارد مشکلی که در بیمارانی که دچار اختلالات الکترولیتی شدن پیش میاد اینه که حجم آب بدن هم دچار تغییر شده. به عبارت دیگه افزایش غلظت سدیم و یا کاهش اون همیشه به خاطر افزایش یا کاهش مقدار سدیم نیست، بلکه میتونه حرکت معکوس آب باشه به طوری که افزایش آب بدن با کاهش غلظت سدیم و کاهش آب بدن با افزایش غلظت سدیم همراهی کنه.
بنابراین در خیلی از بیماری ها تغییرات آب و سدیم بدن توامان روی غلظت سدیم در فضای خارج سلولی تأثیر میذاره. در مجموع اون چیزی که حجم خارج سلولی رو تعیین میکنه و کنترل میکنه مقدار توتال سدیم بدن هست. بنابراین با افزایش یا کاهش مقدار توتال سدیم بدن میزان حجم ECF هست که افزایش یا کاهش پیدا میکنه. در مورد آب باید بگیم که آب کنترل اسمولاریتی بدن رو به عهده داره و اسمولاریتی سایز سلولی رو کنترل میکنه. بنابراین موقعی که آب بدن تغییر میکنه ممکنه که بالانس بین فضاهای درون سلولی و خارج سلولی به هم بخوره. در حالت نرمال حجم ICF 2 برابر حجم ECF هست. در شرایطی که مقدار آب بدن تغییر کرده باشه و منجر به تغییر اسمولاریتی شده باشه، با افزایش اسمولاریتی سلولهای بدن شرینک میشن، افزایش اسمولاریتی خارج سلولی، و با کاهش اسمولاریتی خارج سلولی سلولهای بدن متورم میشن و دچار حالت سوئلینگ میشن. بین ارگانهای بدن بیشترین تأثیر پذیری از اسمولاریتی مربوط به بافت مغزی هست، CNS، که میتونه با کاهش اسمولاریتی مایعات خارج سلولی، با کاهش اسمولاریتی مغز دچار حالت تورم بشه و یا با افزایش اسمولاریتی خارج سلولی دچار شرینک بشه. بنابراین بین همه ارگان‌ها بیشترین خطر دیسفانکشن برای بافت مغزی هست در شرایط تغییرات اسمولاریتی. در خیلی از بیماری‌ها اختلال حجم اکستراسلولار فلوید همراه با اختلال تونسیتی یا اسمولاریتی اکستراسلولار فلوید توامان وجود داره. در این جدول شما 3 حالت رو برای حجم اکستراسلولار فلوید میبینید: حالت کاهش یافته، نرمال و افزایش یافته، و همینطور 3 حالت رو برای تونسیتی ECF میبینید: باز کاهش یافته، نرمال و افزایش یافته. در مرکز جدول حالتی است که بیماری وجود نداره، یعنی در شرایطی که هم تونسیتی و هم حجم ECF هر دو نرمال هست. در بقیه موارد که 8 حالت دیگر رو در واقع شامل میشه، تغییرات تونسیتی و ECF رو میبینید. به عنوان مثال بیماری هایی که هم حجم ECF کم شده هم تونسیتیش، به عبارت دیگه بیمار هایپوناتریمیک دیهایدریشن داره، مثل آدیسون دیزیز، مثل اسهال وبایی و اسهال سالمونلایی، و موقعی که فرد دیورتیک خیلی زیادی گرفته که در این موارد یا از طریق دستگاه گوارش مثل اسهال یا از طریق دستگاه ادراری مثل آدیسون مقدار زیادی آب و سدیم هر دو رو از دست میده، و چون سدیم بیشتری از دست میده نسبت به آب از دست رفته، اینه که هم اسمولاریتی میفته، هم غلظت سدیم میفته، هایپوناتریمیا ایجاد میشه، و همین که حجم در گردش، حجم خارج سلولی کاهش پیدا میکنه. گوشه مقابلش در جدول سمت راست پایین جایی هست که هم تونسیتی افزایش یافته و هم حجم افزایش یافته، مثل مسمومیت با آب نمک. کسی که مثلا آب دریا رو خورده یا نمک زیادی رو همراه با آب مصرف کرده، این آدم هم سدیم بدنش زیاد شده هم آب بدنش زیاد شده. و حالتهای دیگر هم به صورت ترکیبی میبینید. مثلا در مورد سندروم نفروتیک ممکنه که سدیم پایین یا نرمال باشه، ولی معمولا به خاطر ادماتوس بودن بیمار حجم ECF بالاست. یا در مواردی که فرد دچار اسهالی میشه که به میزان متناسبی آب و سدیم رو از دست میده، تو این حالت حجم ECF کم شده اما ممکنه که تونسیتیش نرمال باشه، آیزوناتریمیک دیهایدریشن. در حالت آیزوناتریمیک دیهایدریشن شما حالتی رو میبینی که در ستون وسط بالا که وضعیت تونسیتی نرماله اما وضعیت حجم ادرار کاهش داره و حجم ECF هم کاهش داره، و در واقع بیمار مایع رو از طریق اسهال از دست داده.
خب حالت دیگه ای داریم هایپر ناتریمیک دیهایدریشن یا اسهال هایی که همراه هستن با وضعیت هایپر ناتریمیک، افزایش تونسیتی ستون سمت راست بالا. مثلا توی اسهال روتاویروسی اینطوری میشه که مقدار زیادی آب از دست میده و مقدار کمی سدیم. دلیلش هم اینه که غلظت سدیم تو اسهال روتاویروسی کمه، یه چیزی حدود 45-55 میلی اکیوالان در لیتر. یک نکته‌ای که بایستی بهش توجه کنیم چگونگی از دست دادن مایع هست. وقتی کسی شروع میکنه به مایعی رو در بدن از دست دادن، ابتداعاً از مایعات خارج سلولی از دست میده، مثل افزایش دفع ادرار یا افزایش دفع اسهال. اما با گذشت زمان وقتی که این دیهایدریشن طولانی میشه، میبینید که در تعامل بین اینتراسلولار فلوید و اکستراسلولار فلوید، این دوتا وقتی به هم تعامل میکنن و به بالانس و یه تعادلی میرسن، در نهایت نتیجه نهایی این میشه که میزان مایع از دست رفته از بدن به صورت 50-50 بین ICF و ECF تقسیم میشه و هر دو در مایع از دست رفته سهیم میشن. ارزش بالینی این موضوع اینه که شما بایستی به طول مدت زمان اتلاف مایع در بدن بیمار به لحاظ شرح حال توجه کنید. آنچه که خط مرزی یا خط قرمز بین شورت پریود و لانگ پریود دیهایدریشن هست، 72 ساعت زمان رو معمولا در نظر میگیرن. یعنی چی؟ به این معنا که اگر از زمان شروع به بیماری و از دست دادن مایع کمتر از 72 ساعت گذشته، هنوز تعادل بین ICF و ECF کامل نیست و بنابراین بیشتر حجم از دست رفته از ECF تلف شده. اما اگه بیش از 72 ساعت از شروع بیماری اتلاف مایع گذشته، در این شرایط که دیگه یعنی الان توی حالت لانگ پریود هستیم، تعادل بین ICF و ECF برقرار شده و حالا مایع از دست رفته از بدن 50-50 بین ICF و ECF تقسیم شده. در واقع این تعادل مایع و تعادل اسمولالیتی و تونسیتی هست که این تعامل رو نهایتاً برقرار میکنه. نکته بعدی که میخوایم بهش اشاره کنیم وقتی که بیماری رو با اختلال آب و سدیم به مرکز درمانی میارن، اولین کاری که ما باید بکنیم این نیست که بفهمیم سدیمش بالاست یا پایینه، بلکه اولین اقدام ما اقدام برای کنترل علائم حیاتی و تعیین این هست که وضعیت بیمار چقدر بحرانی هست یا نیست. به عبارت دیگه فلوید ریساسیتیشن اولویت داره به این که ما بفهمیم که این اختلال الکترولیتی داره یا نداره. از کجا متوجه میشیم؟ از ضربان قلبش، قدرت نبضش، کپیلاری ریفیل، تنفسش و حال عمومیش. اگر یه بیماری در شرایط بحران حالت شاک یا پرشاک هست، مسلم اولین کاری که ما میکنیم فلوید ریساسیتیشن هست، زدن مایعات وریدی آیزوتونیک، مثلا نورمال سالین 20 سی پر کیجی در عرض 20 تا 30 دقیقه که حالا ممکنه اینو چند بارم تکرار کنیم. بین دفعات تکرار مریض ری ایوالویت میشه، دوباره فیزیکال اگزم میشه و مشخص میشه که آیا این کارو باید ادامه بدیم، تکرار کنیم یا نه. و بالعکس اگه یه بیماری اومده با رالز، تنگی نفس و علائم ادم، افزایش فشار خون و ما فکر میکنیم حالت ولیوم اورلود رو داره، حالا باید ببینیم مثلا ادرار داره یا نه، از دیورتیک استفاده کنیم یا نهایتاً آیا نیاز به دیالیز داره یا نه. بنابراین در شرایط بحرانی اولین قدم برقراری و حفظ ثبات گردش خون بیمار است. قدم دومی که برمی‌داریم این هست که ببینیم آیا تعادل سدیم برقراره یا نه، آیا حجم ECF رو در کل بر پایه اسمولاریتی و تونسیتی
مختل شده یا نشده و ما قراره برای اون کاری بکنیم یا نه. و قدم سوم هم این هستش که نهایتاً آزمایشاتی رو درخواست کنیم و جواب آزمایش‌ها رو فالو کنیم، ببینیم که برای برقراری تعادل هم حجم و هم اسمولالیتی اگر اقدام دیگه‌ای لازمه، عملیات اصلاحی لازم هست برای حفظ تعادل اسمولالیتی، اون موقع انجام بدیم. خب از اینجا وارد بحث هایپوناترمی میشیم. بیماری هایی که با اتلاف سدیم باعث ایجاد هایپوناترمی میشن رو در این جدول میبینید. در بالای جدول علل کلیوی هست، انواع اقسام بیماری ها و داروهایی که مصرف اونها میتونه میزان دفع سدیم از کلیه ها رو افزایش بده، مصرف داروهای اسموتیک دیورتیک و همچنین بیماری های توبولی، دیابتیک کیتواسیدوسیس، اختلالات کلیوی مثل ابستراکتیو یوروپاتی، سندروم بارتر و کلا بیماری هایی که سالت ویستینگ خواهند کرد کلیه ها رو و این کلیه های سالت ویستینگ باعث ایجاد سدیم دیفیسیت و نهایتاً هایپوناترمی خواهند شد. معمولا در این شرایط بیمار حجم زیادی هم آب از دست داده همراه با سدیم، ولی چون سدیم بیشتری نسبت به آب از دست رفته اینه که بیمار دچار هایپوناترمی میشه. از بیمارهای CNS خب حالتی هستش که مثلا درینی گذاشته شده، CSF رو دارن تخلیه میکنن که مقدار زیادی سدیم همراه CSF تخلیه میشه، و یا یه حالت خاصی به اسم سربرال سالت ویستینگ سیندروم که یک رشته پلیپپتیدی به اسم سربرال ناتریورتیک پپتاید از بافت مغزی ترشح میشه و کلیه ها رو سالت ویستینگ میکنه، یعنی به کلیه ها دستور دفع سدیم رو میده که حجم ادرار مریض زیاد میشه و مقدار زیادی هم سدیم از دست میده و منجر به ایجاد هایپوناترمی میشه. بیماری کبدی مثل تخلیه صفرا از بدن با عمل جراحی و درینیجی که توی مجاری صفراوی گذاشته شده باشه. در GI ترکت شایع‌ترین علت هایپوناترمی در کودکان مربوط به دستگاه گوارش هست، اسهال‌های عفونی، اسهال‌هایی که همراه با دفع مقدار زیادی سدیم هستن، به خصوص اسهال وبایی به این شکل هست، ویبریو کولرا که غلظت سدیم توی اسهال وبایی بین 110 تا 140 میلی اکویوالنت در لیتر میتونه باشه. استفاده از داروهای لاکساتیو، اسموتیک کاتارتیک ها و مالیگنانسی های دستگاه گوارش که حالت سیکرتوری دارن، حالت کارسینوید سیندروم هایی که مقدار زیادی مایع و سدیم از دستگاه گوارش اتلاف میشه. در بیماری آدرنال، نارسایی آدرنال که به صورت سالت لوزینگ باشه، کمبود در واقع مینرال کورتیکوئیدها، آدیسون دیزیز که بازجذب سدیم مختل هست و مقدار زیادی مایع و سدیم از ادرار دفع میشه، و مشکلات پوستی مثل سیستیک فایبروسیس که در تعریق بیمار ترشحات پوستیش مقدار زیادی سدیم کلراید هست و یا در سوختگی ها که مایع و سدیم هر دو از راه پوست اتلاف میشه. از نظر پاتوفیزیولوژی میشه هایپوناترمی رو به دسته های مختلفی تقسیم کرد بر پایه حجم ECF. نوع اول هایپوولمیک هایپوناترمیا هست، هیپوناترمی که کاهش غلظت سدیم همراه هست با کاهش حجم مایعات خارج سلولی، که به عبارت دیگه میشه گفت بیمار هایپوناترمیک دیهایدریشن داره. مثال های این باز کلیه هایی هستن که آب و سدیم رو دارن از دست میدن، کمبود مینرال کورتیکوئید یا پاسخ ندادن به مینرال کورتیکوئیدها، دیورتیک ها و حالت های سالت ویستینگ در کلیه. در دستگاه گوارش باز شایع ترین علت اسهال هایی هست که با مقدار زیادی سدیم دفع بشه، استفاده نابجا از داروهای لاکساتیو بیش از حد مجاز، دفع آب و سدیم از پوست که توی سیستیک فایبروسیس و توی گرمازدگی میتونه این اتفاق بیفته. همچنین موقعی که کسی حالت ترد اسپیس لاس داره مثل پریتونیت، جراحی های شکمی، تروما، سپتیک شاک که مایع به فضای سوم فرار میکنه و مقدار زیادی سدیم رو با خودش میبره. و در نهایت بیماری هایی که با متابولیک آلکالوسیس همراه هستن که اصطلاحاً میگن هایپوکالمیک هایپوکلورمیک متابولیک آلکالوسیس، سندروم های بارتر و جیتلمن خودشون رو با این کاراکتر نشون میدن که کلیه ها مقدار زیادی سدیم، پتاسیم و کلور رو همراه با مقدار زیادی ادرار
دفع میکنن. نوع بعدی هایپوناترمی یووالومیک هست که حجم ECF نرماله اما غلظت سدیم پایین اومده، مثل کمبود گلوکوکورتیکوئید بدون کمبود مینرال کورتیکوئید. و همچنین در حالت هایپوتایرویدیزم. در هایپوتایرویدیزم افزایش مواد ماتریکس در فضای میان بافتی بدن در بافت‌های مختلف که این مواد حالت جاذب آب دارن، مقدار زیادی آب رو در اطراف خودشون نگه می‌دارن تو فضای میان بافتی و این در واقع انبساط فضای آب منجر به ترقیق سدیم میشه. اما اون فضا چون تو فضای میان بافتی هست در حجم گردش خون هم دخالتی نمی‌کنه. معمولا بیمار تو این حالت مثل حالت هایپوتایرویدیزم یا میگزدما حالت نان پیتینگ ادما از خودش نشون میده. حالت بعدی هایپوناترمی همراه با افزایش مختصر در حجم ECF هست. مایلد هایپرولمیا داریم همراه با هایپوناترمیا که حالت ترقیقی خفیفی اتفاق میفته. شایع‌ترین شکلش همین حالت SIADH هست، Syndrome of Inappropriate ADH Secretion، که افزایش بیش از حد ADH باعث میشه که مقدار زیادی آب باز جذب بشه و یا اینکه در واقع کلیه توان دفعیش رو از دست میده و نمیتونه آب کافی رو دفع کنه. یه مختصری افزایش حجم هست و این حالت ترقیقی باعث ایجاد هایپوناترمی میشه. دقت کنید که تو این حالت بیمار ادماتوس نیست. در رابطه با داروهایی که خواص آنتی دیورتیکی دارن حالا توی جدول اسلایدهای بعدی صحبت میکنیم. خب این هم نوع آخر هایپوناترمی هست که همراه هست با هایپرولمی شدید. افزایش زیاد حجم اکستراسلولار فلوید باعث افت غلظت سدیم شده و تو این موارد اصطلاح واتر ریتنشن هم به کار میبرن. اصطلاح تو بعضی مواردش ممکنه اصلا به شکل واتر اینتوکسیکیشن باشه، مسمومیت با آب، و معمولا وقتی میخوان اشاره به این حالت کنن اصطلاح دایلوشنال هایپوناترمیا رو هم به کار میبرن، چون در اکثر موارد حالت هایپوناترمی با افزایش حجم ECF ما در واقع کاهش سدیم بدن نداریم. توتال سدیم بدن نرمال یا حتی افزایش یافته است، اما به قدری آب توی بدن جمع شده که هایپواسمولالیتی ناشی از هایپوناترمی خودش رو واضح نشون میده. خب این حالت ها با ارگان فیلر خیلی همراهی دارن، اکیوت رینال فیلر، کرونیک رینال فیلر، توی گلومرولونفرایتیس و اکیوت توبولار نکروسیس، تقریبا هر حالتی که GFR کاهش پیدا کنه، توی سندروم نفروتیک و همچنین توی نارسایی کبدی و سیروز کبدی و کانجستیو هارت فیلر، نارسایی قلبی، این حالت دایلوشنال هایپوناترمیا دیده میشه. معمولا همراه هست با پیتینگ ادما، ممکنه با افزایش فشار خون هم همراه باشه یا نباشه. خب یه حالت دیگه هست که بیشتر تعبیر واتر اینتوکسیکیشن ازش میشه، اختلالات سایکوژنیکی که فرد مدام احساس تشنگی میکنه و مدام آب میخوره بیش از حد نیاز بدنش، حالت سایکوژنیک پولیدیپسیا داره یا کامپالسیو واتر درینکر هم بهشون میگن، که مقدار زیادی آب دریافت میکنن و این آب زیادی که توی بدن جمع میشه باعث ایجاد هایپرولمی و هایپوناترمی میشه. این اون جدولی هست که عرض کردم داروهایی که باعث ایجاد هایپوناترمی از نوع واتر ریتنشن میشن و حالتی شبیه SIADH رو ایجاد میکنن، که باز هم اینجا ما دایلوشنال هایپوناترمی داریم. این داروها معمولاً با دفع سدیم همراه نیستن، بلکه با احتباس آب در بدن همراه هستن. مثلا داروهایی که میخوان با افزایش پرمیابیلیتی دیستال نفرون باعث میشن که آب بیشتری جذب بشه، که در واقع شبیه به خود ADH عمل میکنن، مثل آرژینین ویزوپرسین یا داروی مثل مینیرین، دی آمین و دی آرژینین ویزوپرسین، DDAVP، اکسیتوسین که به عنوان آمپول فشار توی زایمان استفاده میشه، که آنالوگ های در واقع وازوپرسین یا همون ADH هستن.
داروهای دیگه هستن که اونها خودشون مثل ADH عمل نمی کنن، اما باعث میشن که میزان ADH بیشتری از posterior pituitary ترشح بشه، مثل باربیتورات ها، کربامازپین، کلوفایبریت، کلچیسین و داروی شیمی درمانی خیلی معروفی که وینکریستین نام داره. اینها باعث ترشح بیش از حد ADH میشن. داروهای ضد پروستاگلاندینی گروه دیگه از همین داروها هستن که اینها در واقع با مهار پروستاگلاندین ها مانع دفع آب از کلیه میشن، مثل ایندومتاسین، استامینوفن و سایر انستا. و گروه آخر گروهی که مقدار ترشح یا تولید آرژینین وزوپرسین رو افزایش نمیدن، اما پتانسی اون رو افزایش میدن، میزان اثرگذاریش رو روی دیستال نفرون افزایش میدن، مثل کلورپروپاماید و سیکلوفوسفاماید. خب از اینجا میخوام درباره درمان هایپوناترمی صحبت کنیم. ما اولین باری که متوجه شدیم یکی از بیمارامون هایپوناترمی داره و حالا میخوایم درمانش کنیم، اولین چیزی که باید بفهمیم اینه که این هایپوناترمیش از کدام نوعه. دایلوشنال هایپوناترمی در برابر سدیم دیفیسیت هایپوناترمی، یعنی با دو مکانیسم مختلف، آیا آب بیشتری تو بدنش جمع شده یا اینکه نه سدیم رو از دست داده. چرا اینو باید بفهمیم؟ چون درمان این دوتا متفاوته و حتی میخوام بگم که متناقضه و درمان هیچ کدام جایگزین درمان دیگری نمیتونه بشه. به عبارت دیگه ما در دایلوشنال هایپوناترمی کاری که باید بکنیم محدودیت مایعات دریافتی بیماره که مایعات دریافتیشو به 2/3 تا نصف مینتیننس کاهش میدیم. ولی در مورد کسایی که علت هایپوناترمیشون عمدتاً سدیم دیفیسیت هست و سدیم لاس داشتن، حالا درمان اینا مبتنی بر تأمین سدیم از دست رفته است، ساپلمنتیشن سدیم و ریپلیسمنت سدیمی که لاس شده، که باید به اینها سدیم بیشتری بهشون بدیم که معمولا به صورت مایعات با سدیم بالا بهشون داده میشه. اگر این دو نکته رو، اگر این دو نوع بیماری هایپوناترمی رو از هم تفکیک نکنیم، درمان اگر بر پایه اتیولوژی و علت هایپوناترمی مستقر نشه، ممکنه که ما نه فقط در درمان ناموفق باشیم بلکه آسیب بیشتری به بیمار وارد کنیم. اینو توضیح بدم. اگر یک بیماری دایلوشنال هایپوناترمی باشه و ما متوجه نشیم و بخوایم هایپوناترمیشو با دادن سدیم بیشتر و جبران سدیم از دست رفته اصلاح بکنیم، متاسفانه با احتباس آب و سدیم بیشتری مواجه خواهیم شد در حالت دایلوشنال هایپوناترمیا و به دنبال دادن سدیم بیشتر ممکنه که ما این بیمار رو وضعیتش رو وخیم‌تر کنیم و حتی هایپوناترمیش رو تشدید کنیم. بنابراین قبل از شروع به درمان هایپوناترمی حتما باید مشخص بشه که این دایلوشنال هایپوناترمی است یا سدیم لاس هایپوناترمی است. در مواردی که سدیم لاس باعث ایجاد هایپوناترمی شده اما مریض مقدار زیادی هم آب از دست داده، که تو این حالت بیمار سدیم رو بیشتر از آب از دست داده و دچار حالت هایپوناتریمیک دیهایدریشن یا هایپوتونیک دیهایدریشن شده. معمولا علتش اسهال و استفراغ هست، ولی خب علل کلیوی هم گاهی مطرحه و گاهی هر دوش با هم. یعنی شما اینطوری در نظر بگیرید که یک کسی که یه توبولوپاتی داشته حالا اسهال هم گرفته باشه. خب این افراد در معرض خطر بزرگی هستن و مشکل دیگه که اینا باش مواجه میشن این هست که حالا که حجم ECF کاهش پیدا کرده و به خاطر لاس آب و سدیم از بدن دچار کمبود حجم در گردش شدن، خود هایپوناترمی ایجاد شده با ایجاد هایپوتونسیتی و کاهش اسمولالیتی در فضای خارج سلولی کمک میکنه به شیفت آب از فضای خارج سلولی به فضای درون سلولی. پس الان آب در دو جهت فرار میکنه، هم به خروج آب از بدن و هم به شیفت آب از ECF به ICF. بنابراین این افراد با یه حالت اگزاجره‌ای در مورد دیهایدریشنشون مواجه میشن و بیش از اونچه که آب از بدنشون خارج شده آثار دیهایدریشن و کانترکشن فضای خارج سلولی و حجم خارج سلولی رو نشون میدن. این انقباض حجم مایعات، کاهش حجم مایعات در گردش علائم دیهایدریشن رو تو اینها تشدید میکنه.
و ممکنه مریض خیلی زود قبل از اینکه ما انتظارش داشته باشیم به شوک بره به خاطر تسریع و اگزاجره شدن کمبود ECF. فراموش نکنیم که درمان اینها مبتنی بر دادن حجم و سدیم بیشتر خواهد بود. خب حجم که بر پایه دیهایدریشن داده میشه. سدیم چطور؟ یه فرمول داریم برای محاسبه میزان کمبود سدیم. سدیم دیفیسیت مساوی با 6/10 ضرب در بادی ویت، حجم بدن، وزن بدن در 6/10 که ضرب کنید در واقع محاسبه فضای آب هست، محاسبه حجم کل آب بدن، ضرب در دلتا سدیم. دلتا سدیم رو هم از پایه 135 حساب میکنیم. چرا؟ چون هدف درمانی در ترمیم هایپوناترمی رسوندن سدیم نهایتاً به 135 و نه بیشتر. بنابراین سدیم مریض که از 135 افت کرده اگر ما میخوام اصلاح کنیم هدف درمانیمون میشه 135. پس دلتا سدیم بیمار میشه 135 منهای سدیم بیمار که یه سدیم کاهش یافته است. خب یه مثال رو با هم ببینیم. فکر کنید یه کودک 3 ساله رو آوردن به دنبال اسهال و استفراغ که اخیراً مبتلا شده، 1 روز میگذره، در معاینه چشمان فرو رفته داره، سانکنایز، و پوستش تریر پوستی کاملا مختل هست. یعنی اگه پوست رو بگیرید بالا یه حالت تنتینگ پیدا میکنه، بر نمیگرده سر جاش، الاستیک ریکویلش مختل شده و بیمار علائم خب مادریت دیهایدریشن رو حداقل داره و اینکه ولی تو شوک نیست، سیویر نیست. آزمایشگاه برامون سدیم 123 رو گزارش میکنه که تا 135 باید حالا ما اینو کارکتش کنیم. وزن بیمار فکر کنید 14 کیلوه و میزان تخمینی که از دیهایدریشن این بیمار ما داریم با توجه به سنش که 3 سال هست 6% یا مادریت دیهایدریشن هست. خب سوال از ما چی میخواد؟ از ما میخواد که دستوری رو که برای جبران نیازهای آب و الکترولیت این بیمار هست بنویسیم. خب اولین چیزی که باید محاسبه کنیم میزان مینتیننس هست، میزان نگهدارنده که عرض کردم بیمار 14 کیلو وزنش هست. در 14 کیلو وزن میبینید که 1200 سی سی حجم مایعات نگهدارندش میشه بر پایه 14 کیلو که محاسبهش رو هم حتما خودتون اطلاع دارید. 10 کیلوی اول 100 سی سی پر کیجی و 4 کیلوی بعد از 10 کیلو هم که وزنش 14 کیلوه 50 سی سی پر کیجی، 4 تا 50 تا 200 تا همراه با اون 1000 تای 10 کیلو اول 1200 تا حجمش هست. سدیم مینتیننس یا نگهدارنده رو از پایه 4 میلی اکویوالنت پر کیجی پر دی محاسبه کردیم که برای 14 کیلو میشه 56 میلی اکویوالنت سدیم و پتاسیم رو هم برای مینتیننسش بر پایه حجم تجویزی برای مینتیننس لحاظ میکنیم که میدونید هر حجمی رو برای مینتیننس بدیم 20 میلی اکویوالنت در لیتر باید پتاسیم توش حالا اینجا وارد کنیم که 20 میلی اکویوالنت در لیتر برای 1.2 لیتر یعنی همون 1200 سی سی میشه 24 میلی اکویوالنت. خب بریم سراغ محاسبه دیفیسیت. دیفیسیت رو در 2 لاین محاسبه میکنیم، حجمش رو جدا حساب میکنیم، سدیمش رو جدا. خب عرض کردم که این بیمار مادر دیهایدریشن سنش 3 سال هست، 6% اگر در نظر بگیرید معادل 60 سی سی پر کیجی خواهد بود که 14 کیلو وزنش میشه 840 سی سی کمبود مایعات یا فلوید دیفیسیتش هست. برای این 800 سی سی هم 16 میلی اکویوالنت باز پتاسیم می‌نویسیم براش که میشه 20 میلی اکویوالنت در لیتر برای اون 800 سی سی. و نهایتاً سدیم دیفیسیتش رو میخوایم حساب کنیم. سدیم دیفیسیت رو با همون فرمول حساب میکنیم 135 که هدف درمانی هست منهای 123 که سدیم بیماره که این تفاضل میشه 12 تا ضرب در 6/10 بادی ویت که 14 است میشه حدود 100 میلی اکویوالنت کمبود سدیم. حالا مایع رو با مایع جمع میزنیم، سدیم رو با سدیم و پتاسیم رو با پتاسیم و حاصل جمع به دست میاد که یه چیزی حدود 2000 سی سی مایع نیاز داره این که این 2000 سی سی باید 156 میلی اکویوالنت سدیم توش باشه که حالا هم حجم رو بتونیم کارکت کنیم و هم سدیم رو. برای 2 لیتر هم که میدونید 40 میلی اکویوالنت پتاسیم در 2 لیتر باز از مبنای 20 میلی اکویوالنت پر
لیتر مایع تجویزی لحاظ میشه. حالا اگر به این اعداد حاصل جمع مایعات و سدیم و پتاسیم توجه کنید، میتونید اردر رو خودتون تنظیم کنید. به چه صورت؟ به این صورت که شما اگر از سرم دکستروزواتر 5% حاوی هافسالین استفاده کنید، اصطلاحاً D5W یک دوم NS میگن، دکستروز هافسالین هم بهش میگن. این سرم آماده موجوده. چرا ما این انتخاب کردیم؟ چون ما نگاه کردیم دیدیم ما میخوایم 2 لیتر سرم بدیم که توی این 2 لیتر 156 میلی اکیوالنت سدیم داشته باشه. این سرم که بر پایه هافسالینه، میدونید هافسالین 77 میلی اکیوالنت در لیتر سدیم داره که 2 لیترش میشه 154 که به این 156 کاملا نزدیکه و 20 سی سی کاسیل هم میریزیم توی 2 لیتر سرم که 40 میلی اکیوالنت پتاسیم رو برای ما تأمین میکنه. پس پایین ترین سطر این اسلاید رو اگر دقت کنید میبینید که این همون اوردری هستش که ما میخوایم برای این بیمار تجویز بشه برای 24 ساعت اول درمان. دقت کنید این بیمار درسته که بیماری اولیش اسهال استفراغ بوده ولی توی این اوردر فعلا آنگوینگ لاس لحاظ نشده. چرا؟ چون ما آنگوینگ لاس رو بعداً توی بخش تو ویزیت‌های مکرر که میریم میپرسیم که اسهال ادامه داره یا نه، اگه ادامه داره چند نوبت، و بعد اون آنگوینگ لاس رو بر پایه 10 سی سی پر کیجی برای هر اپیزود اسهال جداگانه بهش میدیم و اون جدا تجویز میشه. این اوردر سرم ثابته که قراره برای 24 ساعت بگیره و جبران دیفیسیت میکنه و اینکه مینتیننس رو هم تأمین میکنه. خب بالاخره هر درمانی یه عوارضی هم ممکنه بده. اگر شما هایپوناترمی رو سریعا درمان کنید، یعنی چی؟ یعنی افزایش سطح سدیم سریع بالا بیاد، سریعا به نرمال برسه، بدن مواجه میشه با افزایش ناگهانی اسمولاریتی. افزایش ناگهانی اسمولاریتی باعث شرینکیج مغزی میشه. ممکنه که شرینک شدن مغزی رگها رو تحت کشش قرار بده، پاره کنه، خونریزی مغزی بده، و یا اینکه ممکنه باعث ایجاد سنترال پونتاین مالینولایسیس بشه. این یکی از اون اصطلاحات شناخته شده هستش که درمان سریع هایپوناترمی ممکنه این عارضه رو بده، سنترال پونتاین مالینولایسیس. خب چطوری جلوی این حالت رو باید بگیریم؟ میایم اینجا دوباره یه خط قرمز تعریف میکنیم، میگیم به هر میزانی از هایپوناترمی که اتفاق افتاده باشه و ما میخوایم اینو درمان کنیم، ما این اجازه رو نداریم که بیشتر از 12 میلی اکیوالان در هر 24 ساعت سدیم بیمار رو تغییر بدیم. هر میزانی که سدیم بیمار افت کرده و ما میخوایم افزایشش بدیم، حق نداریم که این افزایش در 24 ساعت از 12 میلی اکیوالان در لیتر بیشتر بشه و به عبارت دیگه میزان مجاز تغییرات سدیم در بدن انسان با توجه به حساس بودن مغز به تغییرات اسمولاریتی این هست که نیم میلی اکیوالان پر لیتر تغییر غلظت سدیم در ساعت میشه اعمال کرد و نه بیشتر. خب از اینجا بحث هایپرناترمی رو شروع میکنیم. هایپرناترمی مثل هایپوناترمی بر پایه حجم ECF به چند دسته تقسیم میشه. دسته اول هایپرناترمی همراه با هایپوولمیا یا به عبارت دیگه هایپوولمیک هایپرناتریمیا که اینو میشه هایپرناتریمیک دیهایدریشن رو هم بهش اطلاق کرد. خب باز شایع‌ترین علتش گاسترینتریت هست، اسهال هایی که بیمار آب از دست میده همراه با سدیم، اما سدیم کمتری از دست میره و آب خیلی بیشتری، مثل اسهال روتاویروسی که عرض کردم بین 40 تا 55 میلی اکیوالنت در لیتر سدیم داره. حالتهای گرمازدگی یا حالتهایی که فرد ممکنه که دچار اتلاف آب بشه در بدنش، سدیم بمونه و آب بره. ممکنه این توی حالت دیابتیس اینسیپیدوس اتفاق بیفته، چه نوع سنترالش چه نوع نفروژنیکش، که کلیه‌ها قدرت بازجذب آب رو ندارن، یا ADH ترشح نمیشه یا به ADH جواب نمیده بدن و آب وقتی بازجذب نشه مقدار زیادی آب تلف میشه بدون اینکه سدیم رو با خودش ببره. در نتیجه فرد با هایپرناتریمیک دیهایدریشن مواجه میشه. انواع اقسام اختلالات نفرونی که دیگه نفرون ها به ADH جواب نمیده. نوع دیگه
هایپرناترمی نوع یوولمیکش هست که در این حالت حجم ECF نرماله اما مقدار سدیم در بدن زیاد شده. این حالت بیشتر توی کودکان و شیرخوارانی دیده میشه که توانایی رسیدن به محلی که بتونن آب برداشت کنن، حالا یا شیر آب یا یخچال که آب توش باشه، ندارن و اون فرد مراقب هم ممکنه به اندازه کافی به اینا آب نده، یا اینکه بچه رو زیادی گرمش میکنن و در اثر اوورهیتینگ یا اوورکلاتینگ بیش از حد لباس تنش میکنن، جلو شوفاژ میذارنش، این بچه رو زیادی گرم میکنن، زیاد عرق میکنه. میدونید عرق یه مایع هایپوتونی هستش، مثلا 40 میلی اکویوالنت در لیتر سدیم داره و اتلاف آب بیشتری نسبت به اتلاف سدیم اتفاق میفته. کسایی که توی صحرا گم شدن، آبی برای نوشیدن نداشتن، که اینها هم دچار حالت در ابتدای در واقع داستان دچار یوولمیک هایپرناترمی میشن. چرا میگیم ابتدا؟ چون وقتی این قضیه ادامه پیدا کنه خب مسلما بعدش دیگه یوولمیک هم نمیمونن و به سمت دیهایدریشن میرن. حالت دیگه کسایی هستن که یه اختلالی در حس تشنگیشون دارن و اصطلاحاً پرایمری ادیپسیا که تشنگی رو حس نمی‌کنن، یا بیمارانی که اسنشیال هایپرناتریمیا دارن. اینا کسانی هستن که رسپتورهای اسمورسپتوراشون در واقع افزایش غلظت سدیم و افزایش اسمولالیتی رو سنس نمی‌کنه و انگاری روی سطح سدیم بالاتر از نرمال ست شده و در نتیجه اینها هم تمایلشون به آب نوشیدن کمتر میشه. خب نوع آخر هایپرناترمی نوع هایپرولمیک هایپرناترمی هست که البته نوع شایعی نیست. در موارد آیاتروژنیک دیده میشه که مقدار زیادی مایعات با سدیم بالا برای بیمار تجویز شده، حالا یا به صحیح یا به غلط، و این باعث افزایش میزان حجم مایعات دریافتیش و افزایش سدیم دریافتی شده توی مسمومیت با نمک، سالت پویزنینگ، و همچنین گاهی توی مینرال کورتیکوئید اکسس هایپرالدوسترونیزم هم ممکنه که این حالت ایجاد بشه که معمولاً با افزایش فشار خون همراه هستش. نکاتی داره هایپرتونیک دیهایدریشن که این حالتی است که سدیم افزایش پیدا کرده ولی حجم مایعات بدن کاهشه، یعنی بدن آب از دست داده. این نکات رو توجه کنید. یکی اینکه این هر بیماری که هایپرتونیک دیهایدریشن یا هایپرناتریمیک دیهایدریشن روش سوار بشه ضریب مورتالیتیش بالا میره، حتی اگر این آیاتروژنیک باشه. اینتراواسکولار والیوم تو این حالت خیلی افت نمیکنه. چرا؟ چون وقتی کسی اسمولالیتی اکستراسلولار فلویدش افزایش پیدا کرده به علت هایپرناترمی، این میتونه آب درون سلولی رو شیفت به خارج از سلول کنه، یعنی افزایش اسمولالیتی فضای خارج سلولی آب رو از سلول‌ها میکشه بیرون و به قیمت شرینک کردن سلول‌ها حجم ECF رو حفظ میکنه. بنابراین شما اگه دنبال علائم بالینی دیهایدریشن هستین که علائم بالینی دیهایدریشن بر پایه کاهش حجم ECF شناخته میشه، اون علائم دیگه به اون خوبی دیده نمیشه. به عبارت دیگه هایپر اسمولار بودن ECF و کشیدن مایع از سلول ها به سمت فضای خارج سلولی کمبود ECF رو و کمبود آب بدن رو ماسکه میکنه و در نتیجه کودکانی که با هایپرناترمی مواجه هستن علیرغم اینکه مایعات زیادی رو از دست دادن و توتال بادی واتر این کاهش پیدا کرده، اما ممکنه علائم دیهایدریشن رو خوب بروز ندن. خب یه مثالش پوست خمیریه، داوی اسکین. این حالت خمیری بودن پوست اون حالت به هم خوردن ترگر پوستی و حالت تنتینگ رو و کاهش ترگر پوستی رو مخفی میکنه و خودش رو نشون نمیده. بنابراین ممکنه ما نتونیم درصد دیهایدریشن رو خوب تخمین بزنیم. برای همین توصیه شده که در موارد هایپرناتریمیا وقتی بیمار دیهایدریشن هم داره، شما اینو مادریت تو سیویر دیهایدریشن در نظر بگیرید، حتی اگر اون علائم مادریت تو سیویر ممکنه نتونید پیدا کنید و دیده نشه. خب وضعیت مغز چطوره در هایپرناتریمی؟ بافت مغزی این توانو داره که در پاسخ به افزایش اسمولالیتی مایعات خارج سلولی در درون سلولاش عوامل اسموژن تولید کنه. اصطلاحاً میگن ایدیوجنیک اسمولز. این مواد اسمولار درون سلولی که سلولای مغزی تولید میکنن به صورت آهسته آهسته به تدریج اسمولالیتی درون سلولی
بافت نورونی مغز رو افزایش میدن و نورون ها رو به افزایش اسمولاریتی ECF مقاوم میکنن که دیگه بیش از حد شرینک نشن. این فرایند برای کامل شدن به 72 ساعت زمان نیاز داره. بنابراین اگر هایپرناترمی 72 ساعت یا بیشتر مستقر شده باشه، با حد اکثر تولید ایدیوژنیک اسمول ها در درون سلول های مغزی مواجه میشیم. موردش چیه؟ موردش اینه که حالا اگر شما بخواید این هایپرناترمی رو درمان کنید، یعنی اسمولاریتی فضای خارج سلولی رو بندازید، این نگرانی هست که اسمولاریتی درون سلولی بالا باشه و حالا مایعی که از سلول ها خارج شده با شتاب برگرده به داخل سلول هایی که اسموژن در درونشون دارن و باعث سل سویلینگ بشه، یعنی برین ادما. و این برین سویلینگ خب منجر به افزایش ICP، کما و سیژر ممکنه بشه. بنابراین لازمه در مورد هایپرناتریمیا به خصوص اگر 72 ساعت یا بیشتر مستقر بوده خیلی آهسته آهسته درمان بشه تا مغز بتونه خودش رو با جریان کاهنده در سیر درمانی هایپرناتریمی هماهنگ بکنه. خب باز هدف همونه، تغییر سدیم حد اکثر 12 میلی اکیوالان در لیتر در هر 24 ساعت یا نیم میلی اکیوالان در لیتر برای هر ساعت. خب این اسلاید به طور خیلی مختصر و مفید فرایند الگوریتم درمانی هایپرناترمی رو برای ما مشخص میکنه. اگر مریضی مراجعه کرده و از همون اول متوجه شدیم که نیاز به فلوید ریساسیتیشن داره، حالا نبضش سریع، نبضاش ضعیف شده یا اینکه کاپیلاری ریفیلش مختل هست و به هر حال شدت دیهایدریشن رو بر پایه کاهش حجم ECF تونستیم تشخیص بدیم، تو این حالت کاری که ما براش میکنیم اینه که 20 cc پر kg در عرض 20 تا 30 دقیقه مایعات آیزوتونیک که خط اولمون نورمال سالین هست تجویز میکنیم. این رو 1 تا 3 بار میتونیم تکرار کنیم و فلوید ریساسیتیشن رو در قدم اول براش انجام میدیم. در قدم بعدی وقتی که جواب سدیم بیاد و ما متوجه بشیم این هایپرناترمی داره، حالا بر پایه این که این هایپرناترمی چقدر شدید باشه طول دوره درمان رو تنظیم میکنیم. اگر از 145 به بالا که تعریف هایپرناترمی هست تا 157 یعنی تا 12 تا بالاتر از 145 باشه، میشه اینو توی 24 ساعت درمان کرد، چون گفتیم که اجازه داریم 12 تا حد اکثر در 24 ساعت پایین بیاریم. اما اگه میزان سدیم بیش از 12 تا از اون خط تعریف 145 بالاتر باشه، یعنی 158 تا 170، حالا اینجا 2 تا 12 تا 24 ساعت نیاز داریم برای کارکشن و اگه 171 تا 183 باشه 3 تا 24 ساعت 72 ساعت زمان نیاز داریم برای درمان و همینطور برای ارقام بالاتر. بنابراین همیشه تعداد روزهای لازم برای درمان هایپرناترمی رو ما بر پایه اختلاف سدیم بیمار با سدیم 145 تقسیم بر 12 محاسبه میکنیم. سرومی که برای درمان هایپرناترمی توصیه شده همون دکستروز واتر هافسالینه، دکستروز هافسالین یا همون D5W12NS که این رو میتونیم از 1.25 تا 1.5 برابر مینتیننس بهش بدیم که حالا من این رو بعداً توضیح بیشتری خواهم داد که چگونه ما این رو انتخاب کنیم. خب اگر حالا ما این سرم رو برای بیمار گذاشتیم و دیدیم که نه با این سرم سدیمش پایین نمیاد، در این صورت ممکنه که لازم بشه میزان سدیم موجود در سرم رو کمتر کنیم، یعنی به جای دکستروز هافسالین مثلا سرم 1.2 بدیم، یا اینکه میزان حجم مایع رو بیشتر بدیم، یعنی اگر 1.25 مینتیننس میدادیم 1.3 1.4 1.5 برابر مینتیننس رو بهش بدیم و بالعکس اگه دیدیم سدیم داره به سرعت میفته ممکنه به جای دکستروز هافسالین از خود دکستروز سالین استفاده کنیم که سدیم بیشتری داره، یا اینکه حجم مایع تجویزیمون رو کم کنیم. خب اما برمیگردم حالا به این که حجم مایع تجویزی رو چطور انتخاب کنیم. اگر شما مایع مینتیننس بیمار رو حداقل برای 10 کیلو اول 100 cc پر kg در نظر گرفتی و دیهایدریشن بیمار رو هم که عرض کردم حدود 10% در نظر میگیریم که اونم میشه 100 cc پر kg، بنابراین حد اکثر حجمی که بیمار میشه داد 100 cc پر kg برای مینتیننس و 100 cc پر kg برای دیفیسیت هست. اما دقت کنید اگر تمام دیفیسیت بیمار رو
برای حجم از دست رفتش تو یک روز اصلاح کنید، همه اون اختلال سدیمش هم تو یک روز درمان میشه و اصلاح میشه که این ممکنه به صلاح بیمار نباشه. اگه قراره درمان رو در 2 روز انجام بدیم، حالا ما میایم در هر روز نصف مینتیننس رو بهش میدیم که میشه 1.5 برابر از مینتیننس. پس 1 مینتیننس برای خود مینتیننس میگیره و نصف مینتیننس برای دیفیسیت، بنابراین میشه 1.5 برابر. اگه قرار تو 3 روز درمانش کنیم 1.3 میدیم، یعنی در یک روز در هر روزش از درمان 1 مینتیننس میگیره و 1/3 دیفیسیت که در طول 3 روز کل دیفیسیتش رو میگیره. پس بر پایه این که چه مدت میخوایم درمان کنیم 1 ممیز چه کسری رو میدیم که در طول اون تعداد روزها کل دیفیسیت رو بگیره و کل اختلال حجم و سدیمش در همراستا و به محاذات هم درمان بشه. خب یه مثال حل کنیم که این قضیه روشن‌تر بشه. فکر کنید یک بچه 6 ماهه رو آوردن، 3 روز اسهال و استفراغ داره، مخاطاتش خشکه، پوستش حالت خمیری پیدا کرده و کودک حالت لتارژیک و کاهش هوشیاری داره، وضعیت خوب نیست و سدیمی که برای ما گزارش کردن 165. میبینید که 165 20 واحد بالاتر از 145. بنابراین شما نمیتونید 165 رو تو یک روز درمان کنید و نیاز به 2 روز درمان دارید، چون اختلاف سدیم بیمار با سدیم 145 بیش از 12 است و کمتر از 24. بنابراین میشه در 2 روز این رو درمان کرد. وزن بچه رو 5 کیلو در نظر میگیریم و دیفیسیتش هم عرض کردم حدود 10%. حالا ببینیم چه اوردری برای این بنویسیم. خب دقت کنید، ما میخوایم فاصله سدیم 165 رو تا 145 که گفتم 20 واحد هست در 2 روز درمان کنیم. بنابراین در هر روز 1 مینتیننس به این بیمار میدیم، 1 حجم نگهدارنده و نصفی از دیفیسیت که در 2 روز متوالی 2 روز پشت سر هم در هر روزش نصف دیفیسیتش رو میگیره همراه با 1 مینتیننس و در 2 روز کل دیفیسیت رو میگیره. بنابراین در 2 روز درمان میشه، یعنی هم حجم و سدیم رو به محاذات هم کنترل میکنیم و درمان میکنیم. وزن بیمار 5 کیلو هست، مینتیننسش 100 سی سی پر کیجی میشه 500 سی سی، دیفیسیتش هم گفتیم 10% در نظر میگیریم 100 سی سی پر کیجی که نصف دیفیسیت رو در هر روز بدیم میشه 50 سی سی پر کیجی، نصف دیفیسیت در هر روز که برای 5 کیلو میشه 250 سی سی، 500 سی سی به اضافه 250 سی سی جمعاً میشه 750 سی سی. جنس سرم دکستروز واتر 5% حاوی 1/2 نورمال سالین هست و 7.5 سی سی هم کاسیل توی 750 سی سی ریختیم که عملاً همون 20 میلی اکیوالان در لیتر. خب دوباره تکرار میکنم، نصف دیفیسیت رو در هر روز میدیم، بنابراین اصلاح دیفیسیت کاملش در 2 روز پشت سر هم اتفاق میفته. بیمار در هر روز 750 سی سی سرم میگیره، در 2 روز متوالی درمان میشه. خب اگر سدیم این بیمار بیشتر از 165 بود، مثلا فکر کنید 175 بود که با 145 30 تا فاصله داشت، اون موقع می‌خواستیم تو 3 روز درمانش کنیم، 3 تا 12 تا، و در این حالت ممکن بود 1.3 رو از مینتیننس رو بهش بدیم. و یا اگر باز فاصله بیشتر بود، سدیم بالاتر از مثلا با فاصله 4 تا 12 تا 48 تا داشت، اون موقع می اومدیم 1.25 مینتیننس رو در هر روز میدادیم، یعنی هر روز 1/4 از 10% دیهایدریشنش رو میدادیم که در طول 4 روز کارکت بشه. بنابراین متوجه میشید که بر پایه این که چند تا 12 تا از 145 فاصله داره، به همون تعداد روزهای درمان طولانی‌تر و طولانی‌تر خواهند شد. خب باز هم درمان عوارضی خواهد داشت. اگر سدیم سریعتر از اون چیزی که ما پیش بینی کردیم افت بکنه، به عبارت دیگه هایپرناترمی سریعتر از اونی که ما انتظار داشتیم اصلاح بشه، رپید کارکشن، منجر میشه به برین ادما و باز هم سیژر و کما.
بنابراین بایستی که ما از یک سو بیایم حجم کمتر یا سدیم بیشتری به بیمار بدیم که نذاریم سدیمش بیفته. از طرف دیگه کاری که میتونیم بکنیم برای کنترل اون سیژر ناشی از افت سریع سدیم در درمان هیپرناتریمی این هست که بیایم سالین هیپرتونیک به بیمار تجویز کنیم. شکل کتابیش 3% سالین هست، یک سالین در واقع محلول اناسیل 3% هست که اصطلاحاً هایپرتونیک سیلین هم بهش میگن، که هر 1 میلی لیتر پر کیجی از این اناسیل 3% اگر آیوی به کسی زده بشه 1 میلی اکیوالنت پر لیتر سدیم خونشو غلیظتشو میبره بالا، که مرسوم هست که 4 تا 6 سی سی پر کیجی از اناسیل 3% رو در عرض 1 تا 2 ساعت به بیمار میزنن تو این حالت افت ناگهانی سدیم، که البته ما این اناسیل 3% رو نداریم، ما اناسیل 5% داریم. برای ما دوزش میشه 2.5 تا 3 میلی لیتر پر کیجی از سالین هیپرتونیک 5% که با زمانش همونه 1 تا 2 ساعت 1 تا 2 ساعت انفوزیون وریدی، که این میتونه حدود 5 میلی اکیوالنت پر لیتر غلیظت سدیم رو سریع بالا ببره و جلوی اون سیژری رو که به خاطر افت اسمولالیتی بوده بگیره. ضمناً یادآوری کنم که ما 2 جا از این روش درمانی استفاده میکنیم. یکی تو بیماری که خودش با هایپوناترمی اومده و هایپوناترمی ناگهانی و شدید بوده و به خاطر هایپوناترمی به برین ادما رفته و تشنج کرده. یکی دیگه بیماری که با هایپرناترمی اومده در سیر درمان هایپرناترمی به خاطر افت سریع سدیم تشنج کرده. پس در هر 2 حالت در واقع افت سریع سدیم رو که منجر به علائم نورولوژیک بشه ما با تجویز سالین هیپرتونیک 2.5 تا 3 سی سی پر کیجی از محلول ناسیل 5% درمان میکنیم در عرض 1 تا 2 ساعت. خب نکته آخر این که درمان اختلالات سدیم نیاز داره به دقت، سرعت عمل و اقدام مناسب و به موقع. تعجیل و تأخیر در درمان هر دوش باعث آسیب دیدگی بیمار و حتی مرگش میشه. درمان ناقص یا درمان بیش از حد هر دوش باعث ایجاد کامپلیکیشن میشه. بنابراین بایستی محاسباتمون دقیق باشه، اما به صرف محاسبه اعتماد نمی کنیم. بیمار رو در ساعتهای بعدی درمان مکرر و مکرر چک میکنیم. ممکنه هر 2 تا 4 ساعت یه بار سدیم خونش چک بشه و درمان دوباره محاسبه و تنظیم مجدد بشه. مضافاً بر این که اگر علت جوری بوده مثل اسهال و استفراغ که با آنگوینگ لاس همراه هست، خود اون آنگوینگ لاس رو هم ارزیابی، محاسبه و جبران باید بکنیم. متشکرم از حوصله‌ای که به خرج دادید. خدا نگهدار.